که الان تصمیم گرفتین فیلم بسازید؟ من 8 ساله که تصمیم دارم فیلم بسازم و هی میگم دیگه سریال نمیسازم و هی نمیشه. ایده فیلم مال 2-3 سال پیشه که یه روز همینجوری به ذهنم رسید، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. یه بایی خیلی به خودی به ذهنم رسید یه خط قصه این شکلی. ولی ماجرایی است که برای همه ما هر روز پیش میاد در تهران و ما چون عادت کردیم باش زندگی کردیم لمس شدیم و شوکه نمیشیم از این اتفاق. زندگی یک آدمی است از 7 صبح تا 5 عصر که باید از یه نقطه از تهران به یه نقطه از تهران برسه و خیلی مهمه این امضایی که قراره بگیره برای پرونده آخر کار. زندگیش از این رو میشه و میفته توی یک سلسله اتفاقات عجیب غریبی که عجیب غریبی نیست، هر روز تو تهران پیش میاد و یک 0 تا 100 داره که چجوری این آدم به طور تصاعدی این اتفاقا بزرگتر و دیوانه‌وارتر میشه. یه کوچولو بله. فیلم نامه در حال نوشته شدن، فکر میکنم که تا 15 روز دیگه آماده است و بعد ارائه میشه به ارشاد برای کسب پروانه و مجوز نیست. کاملا رئال، کاملا اجتماعی، هیچ فضای فانتزی و اتفاق فانتزی توش وجود نداره و به شدت کمدی. یعنی اون مدل‌های کمدی‌های تلخی که ما بعضی وقتا تو بعضی کارها می‌داشتیم در این کار اصلا نیست. ماهیتاً سوژه تلخیه، ذاتش تلخه. خیلی کمدی پررنگی داره این کار و نه پایان تلخی هم نداره و سکانس هایی داریم که شاید واقعا بالای 1000 نفر توی سکانس باشن. یعنی کل پرده باید پر از آدم باشه در یه سکانس پر. میگن جای سوزن انداختن نیست، این واقعا باید دیده بشه. این کار سراسر نقد اجتماعی، از شروع فیلم نقد اجتماعی و فرهنگی تا سکانس پایانش. این کمدی در واقع در خدمت این موضوعه و به شدت این نقد اجتماعی و فرهنگی توش دیده میشه. سیامک انصاری همه سالها رو این نقش رو تمرین کرد برای این فیلم. یعنی برای که این اوج اون شخصیتی است، آدمی که همه بلاهای جهان سرش میاد که سیامک همیشه بازیش کرده، حالا توی برای تو قهوه تلخ و نوع دیگه به اول مارکت سرمایه گذاری این کار رو به عهده داره و خوشبختانه من تا امروز در تو این همه سالها که کار کردم اینو باید بگم که هیچ اسپانسری به خوبی اول مارکت نداشت. به شدت میشناسن این حرفه رو و اون مشکلاتی که به هر حال تهیه کننده ها و کارگردان های دیگه با سرمایه‌گذارها و اسپانسرها دارن ما اصلا نداریم و در واقع یکی هست همه چیزمون و این خیلی خیلی جای خوشحالی داره. گروه اصلا گروه خودمون نیست، چون بچه ها به هر حال تخصصشون تلویزیون بود، هم به لحاظ فنی هم شاید به لحاظ ایده پردازی های سریالی یا شبکه خانی. این کار کاملا گروهش جداست، جدیده توی سینما و شاید 2-3 نفر از بچه‌های قدیم در پشت صحنه ما فعالیت. این فیلم هیچ ربطی به کارهایی که تا حالا شده نداره، نه به لحاظ ساختار، نه به لحاظ نوع نگاه به موضوع. بعضیا از تلویزیون وقتی میرن فیلم سینمایی میسازن، ولی تلویزیونی همچنان. سختیش این عظمتشه، این
خیلی بزرگ بودنشه به لحاظ آدم ها، به لحاظ تصویر، به لحاظ انبوه جمعیت. خیلی خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. امیدوارم که فیلم خوبی بشه.